محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که از دنیا گذشتن، معلوم است که تمام ما و شما هم از دنیا میگذریم. ای دیر چرا در این جهان بیخبری، روزان و شبان در طلب سیم و زری. سرمایه تو از این جهان یک کفن است، این هم به گمان است که بری یا نبری. برادران عزیزم، ما از این دنیا یک کفن میبریم، از مال دنیا یک کفن. همینم به گمان است که این رو میبریم یا نمیبریم. برای همین مشغولیت خود را برای عبادت الله حق سبحانه و تعالی بسیارتر کنیم. چگونه ای که برای مال و پول دنیا را جمع کردن عمر خود را صرف میکنیم.